اصلا بی آداب علم زیاد نمیتواند جمع گرفته. برای چی؟ برای آنکه از آداب طلب علم دوزان و نشستن در نزد علما و آداب مجلس علما هست. مسواک کردن در درس جایز نیست. در وقت درس قپیدن ریش، بازی کردن با قلم یا دست را به بالای کتاب گذاشتن خیلی نازکی ها و آداب ها هست. بنابراین علما پیش از اینکه به علم و کتاب های علمی شروع کنن آداب طلب العلم، آداب طلب علم گفته، آداب طالب علم را تعلیم میدن. و الله تعالی هم خیلی که در پایان عقیده واسطیه بیان کردیم، وقتی که حضرت موسی را برای میقات به یک جای وعدگاه دعوت کرد، پیش از آن که به حضرت موسی وحی نازل کند و آن هم عبارت از توحید بود، اول آداب را پیش گرفت. فخلع علیک، ای موسی تو در وادی مقدس طوا قرار داری، پای افضالت را ببر کن، پای افضالت را بکش. این آداب است. واستمع لما یوحى، به آن وحیی که به تو گفته می شود با خوب گوش انداز. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، من الله هستم، غیر من دیگه معبودی بر حق نیست، پس مرا یگانه پرستش کن. و اقیم الصلاة لذکری، و نماز را برای یاد آوردن من برپا دار. ببینید پیش از توحید و پیش از نماز که ستون اسلام است، دو نوع آداب را تعلیم داد: آداب فعلی و آداب قولی.